عجیبه که آدما با اینکه همش راجع به سود و ضرر صحبت میکنن اصلا به سود خودشون کار نمیکنن. فقط کسایی که ایمان میارن به زیبایی و دانایی و نیکویی، این سه تا جاودان است. اون چیزایی که با خودش نبردن مردم دیدن. این عالم وفا نیست اصلا. نقش وفا بر سر یخ میزنن. دنبال سود باشید. یه سری از شرکت ها هستن که همش دنبال سودن که از این درجه به اون درجه برسن، در صورتی که میدونن هیچی ندارن. اگه میخوای ببینید چقدر اندوخته داری، ببین در طول روز، در طول عمرت لبخند بر لب یک بچه یتیم آوردی، دل یه پدر رو آروم کردی.